درود گوشن دیوانه یک رنده دیگه و شاد گوشن و هرچوش که زنم مهمان بانو کارینا جهانی هست و این در رابطه با زبان بلوچی دفتران کنده اجازه این بندوی تو چیزی در رابطه با کارینا گوشگی هست تو بتی گپان شروع کن رند ما دیوانه شروع کنیم. اول چه دوستم پیسرتر بودی سلام عرض کنم دوردانگی مهمانه و همچنین دوردانگی دیوان نیمدو کن و لطفا چند کلمه در مورد دکتر کارینا جهانی عرض بکنش می خدمت و آیشید که بانو پروفسور کارینا جهانی که ما اپسالا یونیورسیتی ایرانی زبانانی ماهرین میان استمانی استاد و زانتکارین زبان زانتی بحث کسا پجا آورتگی شخصیتی هست و معرفی کنه که من خیلی نیازمند نه هست بل پدام دل دارنگه بیت لوٹے چند کلمه گپ بکنه بانو که باره وایش هست که بانو کارینای خوب و دلگوش مئی پرا زیاده گون زبان شناسی و زبانانی دیمروی و پیشرفتند و سال 1984 بلوچی زبانه که یکی چه ایرانی زبانانی کتومند دستگاه بودند بانو کارینا و واجر روبیک با وجودی که چه ویتی سین سانکورت تگین جنی زهگا ماشاءالله 8 واسه که بلوک و پیروکند بله جا که اپسالای فرخشان سبز و میزران چاگرد گردشکنک بودن و پدا بودانی بازی آب و گلمان و استهلانی تها اوجناکنک و گند و گدار و کمک و مدد کنک بودی کهور بزام خانوادگی و دوست و سنگتان و همین دوله هم بودی نیکراهی و کلیسایی سرگرمی ها تا بازی کساسیا بانو که واجه جاندراهی و دلوشی برجاه داشت و پنشکا بانو کارینا گون مزنی واک و توان و واهگی بلوچی زبانی نوشته رهبند و ارتوگرافی که اما املایی به اسلامای بوشین املایی استاندارد کنگا و همچنین گرامری کاران سک دستگشتند و منیال شما درست هم سهی که بانو کارینا یک بسیار با ارزشی گرامری کتابی هم گو بلوچی زبان ها و هم گو لاتینی سبک الفابت ها نوشته و تیار تو منیال بازی جاگاهی یه دیگه اکادمیسیانان هم شیعه استفاده کنگم پچه که باید کوشش کنگ بی که بلوچی زبان هر چیز زودتر هم گرامری حسابه و هم برای نوشته رهبند استاندارد کنگ بی تا داره بید همه دوله که نمیران این و زنده یاد این واجه سید هاشمی گوتی زحمت و مهنت هم بلوچ راج دفتر و تاریخ ها بلوچی زبان پدر زانگ بیت بانو پروفسور کارینا جهانی اپسالا یونیورسیتی بین المللی زبانانی دپارتمنت پروفسور مهدشین دور زمانگی که بلوچی زبان واقعا چهر نیمه زوراکین اسیمیلیشن یا ما یکسانسازی سیاستان و گار و بیگا بوگا دیم پدیمین نزدیک 30 سال بوگند که پا بلوچی زبان خدمت و رکینگا وچی شیرزالی آستینگا لانچتگ و سرین هم وچی موخ بستگ بلوچ راجی دلسوچ ادیب و زبان زانتان بلوچی زبان ماته عنوان و تایتل بانو کستاز کارینا جهانی پا حق داتک و این تاتل واقعا بانو کارینا زیری چیا که با وجود ویتی زنده بازی و جنجالان بلوچی زبانی ازمت بحری چه ویتی زنده مسئولیت و لیکهان زان تو ما بلوچان هم لازم است که بانو کارینا و آیی همراه و همکوپگین بلوچانی زحمت و مهنتانی ارزش و هنچو هم اپسالا یونیورسیتی میان استمانی بین المللی زبانانی دپارتمنت قدر و قیمتا که یکی جان کهنترین
شهر برجاهان بزن دانشگاهانه بزانیم. حقیقت این منی وش قسمتی است که بانو پروفسور کارینا جهانی این دیوان مدیر و گردونکانی دستبندی قبول کرده و این شبگین دیوان ماشوی خدمت حاضرین تو منش افتخار داده که این گپان بجنان شوی خدمت و مخصوصا در واقع همه بانو کند که اگر من اشتباه و رد بانو کند من اصلاح بکند دا تقریبا من 15 سال پیش آید اما وقتی که من زاهدان بلوچستان یونیورسیتی دیوانجاه استیج سراش شدگت گوڑا دیوان دراهی نندو کانا و خاصا بلوچ ورنای دانشجویانا گوتی زگرین بلوچی زبان سخنرانی واقعا حبکو حیران کتگت و یک وڑی ایشی باعث دو که ما آیان ذهن و دلان خودباوری و تارمبندگی و بیتان یک نوکی پریشک و جرقه واقعا جنگ ببیتین که البته زنتره هم من حالا ماشما بازیر صحیح هم بودین که بازیر وشنیات که بلوچ راجع زبان و فرهنگ بزن بلوچ راجع تاریخی هویت و حجار گارکنگ پشتایت بازین کسه و داستانی هم بلوچی زبان ماتی خلاف و جوڑین که البته وحد و زمان وقت فیصله کرد و انگت هم پاکاتر کرد زمانی مثلا که کی برحق کند و کی ناحق. من اولی رنده بلوچی زبان ماتا منی حالا سال 1999 یا 2000 موش حیال نکپگا ولی همین تقریبا 20-21 سال پیش است که موفسالا یونیورسیتی یک مدنی دیوانی که پر است که میان استمانی اکادمیسین و بلوچستان بلوچی زبان زانتان و په بلوچ زبانی ارو جنجالانی زانگ و گیشنگ سرجم بودتگتن ملاقات کرد و همودان هم نمیران زبان زانتانی چوک زنده یادان یادگاری پروین اشرف سربازی عبدالصمد امیری و شهید و شهمیر استاد سبا دشتیاری و بازین دیگه واقعا اکادمیسیانی که چه نیپلی یونیورسیتی یحتگتن چه روسیه بازین یحتگت چه آلمان بازین یحتگتن چه انگلیس ملک بازین من نامان شماشتک اگر ضرورتی منه حالا بانوکوت هم تون ایشان نام اگر هست بگوشیدن چه برحال هم بزنین دیوان واقعا وحشیم براهدارین دیوانیت بودم برحال من کارخونه جمعوتی دوینگار گوشتن تو من شوید اعلام دیوان کشوید اختیار بیت ما گوشدارو کنم سلامت باشید من پیلیم نوشتم که کم کم دست پاچه بود و به خاطر که کار کنگ نبود گویچیان و من دیر لوگر هستم سلامت باشید مهربانی وجه رحیم باز منت چشمه گپان من یکی مردمان وشاد گشن دیوانا مهمان پروفسور کارینا جهانی هست و بونگپ هم بلوچی زبان عاقبت بلوچی چون دیمروی کرد کن یه بونگپ این شپی من مایکا در اختیار بانو کارینا هلن که اوتی گپانا شروع کنه اول سر شما باز منتوار و خد خدایی پای دعوتان باز گل بودتان شما باز مهربانی و بندوی شما باز مهربانی کشین شرین تعریف شما کو مهربانی باز مهربانی منو نکرزان که منی برای اینکه شما تعریف بکنی بله خیر خدایا یه گردوکین زمه البته مزنین زمه امیدم که من بتوانم شریعه سرجمی بکنم که بلوچی زبان
رکی نگم شما سجهی نانی دستاین ولی اگر حرفه‌ای چو زبان زانتی کمکی پکار بی که هسته گوڑا من بلوچی زبانی حزمتم من هم معاف بکنه که بری منی بلوچی بلکه بس مبی و من یک انگریزی لفظی یا که یک فارسی لفظی من بکنم بله وست کنم که گشتر بلوچی خبر بکنم یه بودی 10 سال که من بلوچی کمی شر بود تا پیسرم بلوچی زبان باره و چیزی نه چیزی زنانتا بله بودی 10 سال هستن که محسوس کنم وقتی خیالان وقتی گفا هم کمی گشتر پوشی بیان کت کنم بس بلوچی زبان عقوبت ایدا یک نوت که کایند پیغام که کایند تا چاره واجه کد خدایی پیغامی بری کید پیغام ها من چهارم پیغام آنم اوکی گوڑا بلوچی زبان عقوبت در واقع واجه سواد اشتیاری کتاب بونگپند یک کتابی هستنی گو همی بونگپند گو همی تیترا بلوچی زبان عقوبت و من گوشت شرند که امی بونگپ سرا خبر بکنین بله عقوبت گوڑا یک زمینه یک پیسرگین میدانی ها هستند به هر عقوبتی ها اگه ما بلوچی زبان بچاریم گوڑا ما دروزانیم که چه هندو اروپایی زبانان یکی چه ایرانی که حول یکی خاص کردی زبان خاصی نزدیکی هستند انچون تالیشی گیلکی و مازندرانی زبانان بله اگه ایران بچارین خاص ایران که گیلکی و مازندرانی زبانانی سر چونین عقوبتی آتکا من خیالم ما زاند کنیم که بلوچی زبان چونین خطری دیمایند ما دروزانیم که نوکی نسل گیلکی و مازندرانی خبر نکنند پیرو که بلو کنگزانند آکه نیام سالند هنگا تا یک اندازه تا حدی زانند ولی ورنه گیلکی و مازندرانی نزانند بالکل ای زبان گار بیدهند بلوچی زبان عاقبت هم اگه هنو دیما دارد مبید بود کند که تا همه 40-50 ساله دیمی 40-50 ساله هیچ ایران گپ کنند مبید و میشکه که اجازه هده یک با نبودتا که ای زبان نویسک ببید و اسکولانی تا هموانی نگو نبودتا لیتریچر بزن ادبیات هم ای زبان تا خاص ایران رسترودوم نکوتا و زبان انچو منطقه که یک اورال شفاهی یک گپ پرتگین زبانی البته ادب باز هستین بلوچی زبانی تا اگه ما همی ادبیات شفاهی اورال لیتریچر را بچارین سک بازند و سک غنیند بله نوکین دور و زمانک هم مهمند که زبان وقتی پتا وقتی میدانا پراه بکند و دیم پا نوشتاری رهبند و دیم پا نوشتاری زبان هم برو ایران و هر چیزی نبود تا که زبان بارا کتاب نویسک ببند و زبان سرا کار کنک ببید چیزی که بودتا گشتر مشرقی نمگا بودتا
و چه انگریزانی دوره زمانه گا بونگیج بودتا گو ای پیمه مردم واجه منسل لونگورس جیمز واجه گریرسون واجه مارستون موکلر و پیرس و دستور نویسو گانی واسا کتابی نه کتابی نویسک بود تا گشترین کار و گشترین کار و واجه لونگورس جیمز کتا مزانین دو مزانین کتابی چاپشین کتا یکی قصه سرایند و یکی هم شعر و شاعری سرایند Popular Poetry of the Baluchis and a Baluchi Textbook که اودا هم بلوچی دستور باروا چیزی نه چیزی کشید و چه بلوچی شفاهی ادبیات بازی گنجی پدا بلوچ وتی جند ای کار گشته 4950 اورند من بودتگن تو من یک وشین که صحیح هستند مهنون پا شما کارا شما ضرور واجه گلخانه سیر نامش کتا مزانین شاهری بلوچی زبانه که 9 دانه کتاب چای شیران چپشن بودتا 5 کتاب آی زنده زمانه گا و 4 آی زنده آی وفات آی مرک اورند آی پروز نویسان آی تاریخی کتابان که بلوچ راج تاریخ نویسید و بلوچی لفظان کو ادب تاریخ هم نویسی بلی ای اردو نویسید آی اولی دوره و باری شعر و شاعری هم اردو و پارسی بود بله ما وقت ندیستگ افسوس اینگپه بله منی اولی کویتر وگا پیسر 3 سال پیسر وقت وفات بود 1983 منی استاد بزن واجه پروفسور الفن باینا باز گو واجه گلخانه سیره کار کرد بگت بله من موهنه رسید یعنی این موهنه رسید که ما آیا بگندم ای جنک پا من تعریف کن چوش تعریف کن 2 جنک کن تی و ای یک جنک یا حاسین خوبی هست پا ادبا گوشید که منی پتا باز شعر و شاعری خوب هسته بله سیاست هم کنگه هم گوره یک رندی دعوت بود تگه با یک سیاسی من اندیا پیشاوره که پیشاور گشتر پشتو زبانند او دا همی دیوانی تو که یک شعر و شاعری مجلس هم بود و گوشی منی پتا واتی شعر و شاعری تیار کو تگه فارسی زبانه اردو زبانه و شو تگه پایی دیوانه نو اودا گندی که مردم پشتو زبانه شعر و شاعری کنگاهند و گوشی که که پشتو کنگاهند من چی بلوچی مکنم و جنک گوشی که منی پت چه هم مودا فیصله کتا که نو چه ایدو رند ما هیچ اردو و فارسی شعر پر نبندم منی شعر و شاعری چه ایدو رند صرف بلوچیه و هنچوشی کو گودا واجه گلخانه سیر مزانین نقشی هستند بلوچی زبان دیمروی تها انچوش مادروزانه واجه سید هاشمی که آیه واقعی اگه بگوشین بلوچی زبان پتا انچه بچه که زبان زانتی دوستی بود گالانی جماوری بلوچی سیاهگ باره و راست نویستگ باره و بلوچی چون نویستگ بیدید وجه گلخانه سیر کمی دیگه کاری کو وقتی 5 کتابانی تها
کمی هر کتاب تها نوکین حیال آیه نوکین حیالات نویسه رهبان بیباروا انچوش که آیه اولی کتاب تها گلبانگ رهبان کمی دیگه دولند تا گودی کتاب که شبگیرو و گراندند و آیه یعنی دائما جیرگاهات زانک بی که دائما واجه گلخانسی جیرگاهات که بلوچی چونی بیسد واجه سید هاشمی هم یک انچین سیستمی اجکو و پرینتی میدانا که بازی هنو آیه پیروند آیه بزان رندگیری کنند و ما هم تا بازی این حدی و اجا سید هاشمی رندگیری کنی پدا بلوچی زبان دیمروی پاکستان سک باز بود در سال 60 70 80 میلادی محاولی رنده 86 بودن اتان و مردم فعال مردم نویسوک سک باز اتند محتاق باز شنگ بایگاه و بازین خوبی هستند ایران چرا ای سیاسی دیگه وری این سیاسی جاوری که ایران بودتا چوشین تحریک چوشین حرکتی ایران هیچ نبود و مغربی بلوچستان نویسوک سکمند انگت سکمند نو منی امیدند که باز بیان ببند یک نویسوک امی واجه عزیز دادیار که منی همکارین سویرنا من خیالا چایی عبید باز کمی مردمی چا مغربی بلوچستان کتابی چاپشین بوده بلوچی زبان تها لاتین معتاق هستا انقلاب اولی سالا که آزادی سالا لاتین معتاق هستا که 2 3 4 نمبر ایشو چاپشین بوده گند بله بس همیشه پاکستان بله کتابات بازگشتر دیما شده نو کمی یک بگوشون یک اوشتی بوده پاکستان هم یک اوشتی بوده و من این اوشتی دلیل چو گندان که اگه شما همکار واجه ساجد حسینی گودی اینترویو گوش بداری اینترنت سر هستند شما را بازی این چیزی دستا کپید ما هنگا شما وزانی که ما هنگا سک باز پدر دین چه همکار ناوحدین مرکا بله جیرگاه این که زنده مرات و آیه بانو چکانی زندم باید دیما برات و کار هم باید دیما برات بله آیه سکین یعنی فرمانای گپی کتا امی اوشت باروا که بلوچی زبان و ادب تها آیوات مارتا که ایک گودی 10 و 20 ساله بوده بس ای اوشت دلیل من چو گندان که بازی ناتپاکی بوده بلوچ ادیبانی نیاما که وشترین رهبان شرطرین رهبان چیند یا که شرگداری نقدکاری باز بوده و بلکه هر وقت پشریا نبوده کمی هم چو پناوشی بوده ای ادیبانی نیاما کمی هم ادب زبان چو بگوشون اگه شما بزانی ایرانی زبانانی تاریخ ما را یک پهلوی زبانی هستم پهلوی زبان میدل پرژن
که گشترین میدل پرژن این نوشتن که زرتشتی دینی هند ولی لهتی هم دینی نهند. ای زبان روان چو سکت که خاصی این گروهی زانتگش خاصی گروهیش زانتگ و نوشته و نویسد و بانگه کتاب مارد که بلوچی زبان یعنی بلوچی نوشتاری زبان همچینی که با یک خاصی گروه بیا نویسد بی مشکل این رهبندی ها و ای اوشت کاریت زبانه تها باید وانوک پیم ببند. اگه تا کتاب نویسه بلی کس موانی گوڑا تا او چیه کتاب نویسه. اگه تا مقاله بزا محتاج چاپشنگ کنه گوڑا باید وقتی نویسوک و وانوک هنگیش بکنه. و میں جنجال و میں مسترین گرنج همیشه که نما چون چوشین ساده هین رهبندی پیم بکنین که چه وجه سید هاشمی رهبند چو دور مبید یعنی آیی پایه آیی کال بانبندانی استایم بون هشت سرا ایر کنگ ببید بله کمی دیم روی بکند. ما یک براتی هستند ما همکارند ای دولا گوشید که نو اگه ترا آیفونی زورگیند من ای روچان یک نوکین فونی زورگیند راستی که من آیفون 6 نو کم ما جواب ندیم هیچی گوشید که اگه شما را آیفونی زورگیند شما آیفون 4 زوره یا که آیفون ایکس زوره. آیفون 4 وقتی زمانه گا سک شر آیفون 6 هم وقتی زمانه گا سک شر ولی هنو اگه مردمی رو پا آیفون زوره گا ضرور گوڑ آیفون ایکس زوری آیفون 10 زوری آیفون 11 برکه بزورید گوڑا می وست ایش نه که بپروشی نو دور بدیم می وست همیشند که هرچی که پیسره یعنی ایهشت ای دیوال که پیسره پیم کنگ بودتا اج کنگ بودتا ما ایشی سرا سربور رکمی انگا برزتر بکنم و می اپسالا یونیورسیتی رهبنده فلسفه بزن سجهین معنا همیشند که کمی انگات دیماتر برود و بازی واس ایشند که وانوک پیم ببند نویسوک پیم ببند و پمیش که ما سکنو گالان که هر هفته 2 رنده ما کلاس گیرگه ها یک رندی پا لیتین سکریپتا پا لیتین رهبنده و یک رندی پا که چه شما لحتین بحر زوری عربی رهبنده گودا و منزانان که شما نیاما چو شرری نویسوک هستن که بلوچی بزن لفظانکاری بزن ادب باز دیما برد کنه من وقت و کریئیتیو رایتری نهم من اسکول هر وقت مشکل بود اما وقتان که گوشتگش نو انشا بنویسه چه چیزی باره و بنویسه انشا من یعنی تخیل تصور فانتزی نبود من اینو اصلا بری که کایم تیدا گوشم که بلو با ما قصه بیاد قصه بکن قصه خورد نکنم من قصه خورد نکنم من که را قصه نی برای گوشی همه موسا و پندوگه را بگه با ما بگوش یا که واجه پنج باشه با ما بگوش یک چیزی بگوش که یعنی چهمی بلوچی زبان انباره که بلوچی باز قصه هست تو ما زانین که پیسرگین زمانه دا تلویزیون پیسر مردمانی تفریح چی بوده؟ قصه گویی گوڑا حرفه‌ای قصه گو بوده گند
منی ستودنت بانوک مریم نورزاییه و تی تیسیس گشتر اما کسا گوانی کسا هانی سرا کار کرده و تجزیه و تحلیل کده و اما حرفه‌ای کسا گو انگد هستند انگد خاص دین پا مقرانه هستند ولی سیستانه کم بیگهند یک واجه پهوال سکین زبردستین کسا گویا افغانستانه که یک پی اچ دی استودنتی که پداواتی پی اچ دی هنگی بگی واجه بهروز برجسته واجه پهواله که سهل جمعی کتگند و چپشینگی کتگند بله واجه پهوال هنو بیرام بودتا و سیستان ای پیمین نوکین که سگوهی نیست تو مازانین که واجه کمال هن شعر و شاعری هم مچ نیست ایرانا بله نون این نوکین نسله تها انچین هم که سگوه کمند و هم ای پیمین نام وشی نام هستنش شما من کمک بکنی که شعر و شاعری یا زاندکارند باید شانتی انگریزی من کجام لفظ پدرانده هم من کمک بکنی اما که دفتران کارند شعر و شاعری دفتران شنین وشین نامی پهلوان جی پهلوان ای کم بیان چیا بچه که نوکین سرگرمی نوکین بزن تفریح با مردمان پین بود تا خاص کن تلویزیون آیا و تلویزیون کجام زبانه؟ فارسی انگا مشرکین مگا کمی بلوچی تلویزیون هسته و لحتین آزادین تلویزیون هنچو که روشن تیوی و وش تیوی و ای پیمین تلویزیون ها بلوچی زبانه تها و کردی زبانه نوکین دیم روی هم باز چایی تلویزیون کانال هم بودتا اشند که پنودا که بی بی تا که بلوچی چینل بی بی ایسک باز کمک که او خاص پا چکا ورنایا پا چکا ورنایا وشیم پروگرامی عجبه بی بی بودا اوادی چک کمو گشتر دلگرم بند دیم پا بلوچی زبان روان بله نو آیانی سرگرمی و تلویزیون پارسی هایند اسکول پارسی زبان هایند و ماحول هم کم پارسی زبان یعنی پارسی زبان گشتر حکم فرمایند برام خطر بازند که چوکان بلوچی چون زور بی که باندروچ بالکل گار بی بلکه ما تو پتا انگای تورس مبی بلکه گوشند چوک چه جامعه ها چه یک دولی وقتی زبان هیل کن وقتی زبان زوری بلی چوش نهند یک نسل بسه که به زبان گار باید ما دیسته که گیلان و مازندران چون محلی زبان گار بودتگن چون امی زبان که اونا تا 50 سال پیسر بالکل مکفربا بودتگن گار بودتگن بالکل گار بودتگن چیزی پشت نکن برا میکار هنون چیند که بلوچی زبان عاقبت ایش مبی یکی و همیشند که ما وقتی زبان بدارین همی منی کموگیش اولی دیکواره گو واجه ساجده ایشه که من یک انترویوی کتگی خدا گوشتگی که تی پیغام پا بلوچان چی گند ما کمی گپوتران گو مگوشت بل سی پیغام بدین بلوچی گپ بکن
بلوچی بوان بلوچی نوشته بکن و منی پیغام هنگا همیشند بلوچان که وقتی زبان پاس بداره بزانید که شما هویت تو که ارزش هست. بلوچی زبان هیچ کم نهند، هیچ چپارسی کمزور نهند، زور منتر هم نهند. هر زبان وقتی جند زور هست وقتی جند نزوری هست، ولی بزن که بلوچی زبان پا بلوچی محول یک کاملین زبانه. بلوچی زبان دیمروی هنو ایشند که اگم وحدی هنو بلوچی محول، بلوچی سیچویشن، بلوچی چاگرد بدل بیگهند، نو زبان هم باید دیمروی بکند و دیم پا اینو کین پتان و تا پرهتر بکند. دیم پا علما، دیم پا نوشتاری زبانا، دیم پا ای سجهین نوکین میدانا، نوکین فیلدان، نوکین پتان دیم روی بکن. و چه ای پتان یکی ضرور همی نوشتاری زبان که هنچوش ببید که یک زبانی در بکپید که بیشتری مردم ایشی سرا ایشی منند و ایشی سرا تپاک کنند. زبان تپاکی گپند. ما سویدیش بچارن اسکولانی اسکول و ایژوکیشن پرینگا پیساره دا 1842 حج بود که هر کس باید اسکولا براود کم چه کم 3 ساله. پیساره و وانا گزانگی دا نبود تا و تا انگا 100 سال و کمزور بود تا وانا گزانگ. ولی یک چیزی که ادا بود تا چه ما کلیسای ریفورمیشن اورند یعنی 1521 اورند که سویدن ملک بود و پروتستانت برانچ اف کریستیانیتی زورگ بود، یعنی ایوا یک چون بگوشن سیاسی گپیه و من هیچ پیمان نمانم منی باورش نهند که سیاست گون باور باید هور بیدی. باور بالکل دیگه چیزی، سیاست دیگه چیزی. بله خیر کتگش و چیزی که کتگش نو لوٹند گون روما وقتی همبندی وقتی گون کاتولیک چرچ وقتی همبندی پروشند. یک کاری که کتگش اشا که بایبلا یعنی پاکین کتاب رجانکش کتا ترینتش محلی زبانانی کتا سویدیش، دنمارکین، من نزانا جرمن ای دیگه زبانان. سویدیش اولی رجانک 1540 بود و 2 مردم ای کار پشته بود تگند که یک örebro نامین شهریت کگند. برزورو که دا چه سویدن ها هستند نه؟ من خیلی میدیوان برزورو چه سویدن ها هست نه؟ ها هستی ها. چه örebro شهره 2 مردم هستند، اولاوس و لورنسیوس پیتری دو براتتند که ای ترجمهش کن. نو آیا کجام زبان کار بست؟ وقتی جنده زبان من که سمولندی یا من جنوبی یا سویدیش ستاندارد کمی چه منی گپان دورن چه باز شمالی گپان دورن ولی همین örebro شهره بزن ای دویم براتانی شهره گپ کموگیش ستاندارد بودن چیه؟ آیا رجان کتا؟ و ای رجان چمی بادشاه گوستاواسا هم من نگبود تا و سجهین ملکا شد و حج اشد که شما یک شنبه هم باید سویدیش بوانی لیتین موانی کلیسا همی و بازین ای پیمین دینی کتاب سویدی زبانه تها
رواج گرفته و هنو چای دوران استاندارد زبان کم و گیش شد دیم پا زبانا که ای ترجمه ای زبان تحکمه بله لگیت باز لگیت و انگا تا 150-100 سال پیسر ایدا لحجه سکو فرماهتند سویدن ولی نوشتاری زبان یک و میواس هم همیشند پا بلوچی زبانه که نوشتاری زبان یک بیدی بزن چه هر کجا چه بلوچستان هر کجا هم نیمگد که تو ببه ای تی نوشتاری زبانند کسا گوشید من کنین یکی گوشی من کنا یکی گوشی من کنون یکی گوشی من کنا یکی گوشی من کنا و ای پیمین ویرینت هستا ولی گودا نوشتاری و ادا آمدیم با یک استانداردی بود یکی گوشی منی ماس نه چی گوشن منی دا کار کرتگون دیم پا سیستان چوش گوشند منی دا کار کرتگون من کار کرتگون من مروچی کار کرتگون منا شما توار نیست این یکی گوشید توار هستی توار هستی بلکه گورا چایی نیما داین من کار کرتگون یکی گوشی من کار کرتا یکی گوشی من کار کتا یکی گوشید کار کرتا یکی گوشی آیی کار کرتا یکی گوشی آیی کار کرتا یکی گوشی کار کتا یکی گوشی کاری کتا یکی گوشی کاری کتا نو ای و لهجه ها می فرق و اگه هر کس وقتی جنده لهجه یعنی وقتی جنده گالواره پیما بنویسی گورا نوشتان محلی بند و بلکه من وانتی بکنم بلکه منی همسایه وانتی بکنم بلکه منی کزن و سنگت وانتی بکنند بله 100 و 200 و 300 کیلومتر دورتر نشتگ مردم بلکه صرفت نبند بلکه من محلی لفظ کار ببندم بلکه من محلی استرکچر کار ببندم گورانو میں واس اپسالا یونیورسیتی بلوچی زبان دیوان واس همیشن که یک زبانی بیبی که گیشتر آم فهم بیبی البته مشرقی مری بکتی لغاری و ایسترن دیالکتانی اگه ای پیمین پیغامی پا منند شما پا من بوانی که من نرسم بوانا اگه یک چیزی که من باید بزنم شما منو بگوشی بزن ای مری بکتی لغاری و ایشانی زبان باز شداید نه تکستان تو مچار نه و خاص سندی سرائیکی و پنجابی زبانا ای لحجانی سر باز اصلا من زانت نکنی هنگا پچی که اودا ما وطن شد نکنی چه اودا مردم مارا دست نکبتا چشینی که مبزانی ای نوشتاری زبان که هنو پایم باید هند پا آیا ها واش فهمند یا که نه بله چه مغربی بلوچستان چه ایران نیمگا و مارا مردم هست من جمله شما و چه مشرقی گیشتر زرکی رو تان کویته و دلگاهی جاگهان و کراچی مارا مردم هست و ما درو وست کنیم که هر تکستی هر سیاهگی هر متنی که ما دین تناو عدی پکا نهیم که 20-25 مردم وانتا و
نظر داتا که ای ام فهمند ای واش فهمند ای ما سرپد به هر پیمین تکستی هر پیمین سیاهی که ماده و ای قصه البته ای قصه که دیوان برزورا که وانتا کم تونا و کم این نویسو که وقتی جنده محل گالور کایند چون نبید که ما بالکل بدلی بکنین واجه اتاشاده معاف کن واجه اتاشاده که ما رانی سیتی شیر و شاعری واجه ایارداده حسن سون واجه دکتر ناگومان نوشتن که واجه حنیف شریف نوشتن که ناگومان و حنیف شریف تربت مردمند واجه ساجد نوشتن که تربتیه گوادر مردم هستن که ضرور یعنی نوشتن که چه یعنی گالوار زانک بی که آکو جانگوره مردمان و جازیزدادیان هم وقتی یک صحیح یک بزن رومانی نویسگاهند و ضرور زانک بی که چه مغربی بلوچستان نویسو کن یکی نوشتن ولی انگر ما واسه کنیم که پیمی بکنیم چون که دیم پس استاندارد بید و استاندارد توضیح من گشتر ای کتاب تو من داتا و اگر شما را نیست ما امید کنم من اینجاست شما من داتا کتند پیسرگین هفته من داد واجتا جبان مهلا که کتابان دیم دیند ما کم دازگاهتون گردگی کاریا اگه شما سر نرسید تا یک و دو هفته ضرور من حال بده ما کتاب لوتی و هر کس کتاب لوتی انگا میکره 100-150 دانه هستیم پدیم دایگا ادام ای استاندارد کمگیش تعریف کنیم که یک بلوچی استانداردی چون بود کند چه کجام گالواران بود کند نمونه ها ای اها بیاریم که ما ادا گپ کتا که صحه کاریم که صحه کاران ای گوندو کن ای کهید راه روان کار کنه ما یک و درو چگتتون گو کوهنین شاعری وانا من یک چیزی پدورنده هاتون که چک کوهنین شاعری همانا دست بکپید و او ده هم دیست که برن یعنی ای او ده هست فدا گیشتری مشرقی گالواران شده و پا آیا عجیبند پا تربت مردم آئی عجیبند کارا کنا بله پا شما و لحتین دیگه چیزی که آیانی که راه هستن پا یک مغربی بلوچی بلکه عجیبی دیگه چیزی که باز این گالواری تها گار بود تها ما اون و ات و این و او انچو که کارون کتا یعنی که وراکت وارتا ای بالکل مشکی نیمگا گار بودتا سرحد ده هم سیستانی گالوارانی تا هم گار بودتا کارن کتا کارو کتا بله ای پیمین چیزی ضرورت هست که گار ما بند چزو بارا اگه نو اینو کیم 50 سال چل بازین گالواری اگار بود تا بله ایمانا نهند که زبان توکا نهند زبان دلگاه نهند برا بل ما بدارین و وست کنین که زندگتر بکنین بلکه یک نویسو که آیه گالوارا نیست بلکه کمتر استعمالی بکنین بله این نویسوکانی گالواره تها که هست بالکل استاندارد تو کا ببینید استاندارد غنیتر و غنیتر ببینید
و قال چه هر کجام نیما قال که ما هم بکنین چه هر کجام بلوچی قال واری که ما هم ببند سکشرین و جدن زبانه هم ضرور وام گرگیند لاتین گوشی که عربی لفظ بلوچی امان مبی گودا باید چه کتاب بگیر تا هر چیز در بکنیم ترکیش همچین کاری کو 1948 موافقم 28 اورم که اتاتورک قدرت سرعات و یک باش هرچ که پارسی و عربی اند باید چه می ترکی زبان در بیه گلی نگوی در کنن گودا چو بود که آیان چی کو آیا ای پارسی و عربی گال در کو تند او چه یوروپی زبانان مان کو هر زبان در آمدین گال هستیم انگریزی ها پرن چه لیتین پرن چه آدیگه فرانسوی زبان و چه آدیگه زبان هم پرن بله انگریزی و نزورین زبانی نه فارسی امان چنچک عربی ما بله فارسی نزورین زبانی نه و بلوچی ها هیچ پیمان نزورین زبانی نه بلوچی یک راهی ها روگی و همیشه که بلوچی زبان باید دیم پا نوشتاری زبانی برو و کتاب میزموارین که زبرین و شین و ناکین کتاب پیم بکنن که مردم و مردم فهم بی و چوما بید که it shouldn't be the art for the initiate اگه بلوچی ای گوشت کنید it shouldn't be an art for the learned یکی ای پوشی بلوچی پرینید an art for the learned وجه رحیم تا چون گوشت کنه بلوچی an art for the learned بلوچی یک هنری که یادگرک ببید نه گپش این که I feel that the written Baluchi has been an art for the learned. بزن تمام مردم که وقتا نویسو کوزاند کارش بجارین توزانتا تو complicated مشکل نوشتگند که اگه تو بدای یک مردمی که بوانید که اینکا ادب تها نپوترتا و ما نبودتا گوشی ای چی گوشید انچوش که پارسی اگه تو ای بیوروکراسی لنگویج پارسی چون رسمی زبانه که تو رسمی دفتران رسمی اداره ها کار ببنده ای زبان هم فهمین زبانی نهید جناب عالی فلان شده ما یک رنگ شده ایرانی امبسی ایدا پا یک پچوکانی ثبت کنگم میخلا دیره فدا اما نشتگی مردم اگوشت که من گوشو و تاو بنویس و امضا بکن چوکانی پتاچوش گوشتی که من گوشو و تاو بنویس یعنی یه هر کسی کار نهند که یک اداری کاغذی بنویسید انچوشم پارسی سکین 1900 تا کموگیش امی واجه جمال زاده تیما پارسی روایتی پروزا هنچو مشکلات سوانت کت نکو واجه جمال زاده ساده کو و واجه جمال زاده زبانی فلسفه اگه شما یکی بود یکی نبوده پیشگال ابوانید او را ذکر کنند و من هنون تیمین پا بلوچی زبانه که بعد وقتی گاما بزوری دیم پا آسانی این زبانی رواه این زبانی انچین روانی این زبانی که مردم گوانند و بزانند چی و می واسه اشند که
آ چیز که ما رجانک کنیم یا آ چیز که ما مردم نویسند تو ساده بی که هر کس خوب بی پوانگا اگه سک مشکل و مردم نوانند اسکولانی تا هم که وانگ نبی وانی نگ نبی گرا حجنی کس حج نیست که تر بلوچی وانگی انت امتحان دیگی انت نمره گرگی انت ای پوین چیزی هیچ نی گرا هر چیزی که هنو فی الحال هستند باید محب بود و ناگی بی که من خوب ها و اگه چو مشکل انت که ما هیچ سرپد مبا و پهیلتی پزوری مبوانا و یک چیزی سرپد بگم برا پرینا انگو کجا ما دیگه چیزی وانا و ما سجاین فلسفه ما سجاین واس همیشند که ساده این زبانی ساده این سیاحت ساده این نوشتن و ساده این رغبت که مردم پوشی اواند خود بکنند و من نگوشم که ما کتا ما رستگین ما وقتی کار سرجم کتا نه ای پیمین کاری هیچ بر سرجم نوید و ایشن که منی عمر و باز بیانند نو می ورنا این سنگت باد ای بارا کم کم چمی کوپاگان چست بکنند و وقتی نوشتن وقتی زبان سرکار کنگا دیما ببرند و بس همیشی نبید مگوشون بله من یعنی منی بازی این گمی چه واجه ساجد مارکا همیشه که ما همی ترما یا پا دکترا منظورگیت و منی سکباز امید هسته که ضرور ای کارا دیما با اپسالا یونیورسیتی چه منی رواگورند ولی نبود خدا وقت زاند وشتر زاند که چیا نبود ولی ورنا باید نون دیما بیایند و همی کارا بکنند تا زبان گار مبید زورمند و زورمندتر ببید بس بلوچی زبان سبز وات و ما وقتی گپای دا حلینا و جست و پرس تیم هستند نظر دا یک تیم هستند و بس شما باز منتوار شما من تیم داتا و شما منی گپان دلگوش منی گپ دلگوش کو تگند مهربانی باز مهربانی خانم کارینات شما گپان اگر کسی جست پرس هست میتونی دست برز بکنده و جا ملک زیندینی دست برزه مارک شما اگه بفرمایید. سلامت توجه محمد جان منی توار هستن که را جی توار هستم سلامت باد سلام و درود شما بانوکا که بانوک مرچی دیوان بارز ورده منتوار و هنچو دیوانه که اندوکونه که هستن که وقتی بعد داتا و یه دیوان بارز ورده و دورین بانوکه گپان گوش دارگاند و منی هی جندم باز چه یه گپان بانوکه گام بازی چیزی سوهابتون و زانتون مرحله چیزی که من بانوکا گپی که هستند منی الان چو پاک و کامل جتانتی که ساجه این چیزی که من هست سوالی پاش نکرده بله یک که اردو که انچو که بانوکا نظری یا کومنتی من هست تو یک من جوستی و شنکه اگر واجه محمد من 5 دقیقه فرصت بدادن ما ولوتی نظر دادن و تی کامنت وشون و دو شنکه تا گولا شهر سلامت و واجه محمد منی اولی و نظر شک انچو که بانوکا گوشتی که زبان مروچی و مزنی یک کمکی بیتا کمی سوشل میدیا یه برا ملکان
یا ما بوشیم که قوتانی که بیتگن قدرتانیشان ما را کمک نکته همیشه ما را دالچاری کته دالچاری یه بیتگ که آیان وطی ما سیاست بیتگند که چطور یک قوم یا نزور بکنه پدا متاسفانه زانه می ملکا که مستری گپشه که منطقه که مثلا ارد و گردی از زندگی کنگاه ما شما آپهناتا و همچنین که هر یکی دومیگا نزور بکن تو و تا ملک حاکم بی اگر اردو زبانه گپ بکن فارسی زبانه گپ بکن که بخاطر همیشه که ملک مال و مردیان بوارته این دیگه هیچ سیاستی نیست که زبانه اگر دوست بی اگر کسی که زبان دوست بیته و باید درستن زبان دوست بوارته و هنچون که اگر بلوچی هم یک ملت یا ملک تابیتر بله متاسفانه نبیتگن تی چیزانی و بلوچ همیشه دیره داشته بلوچ زبان دیمروی نبیته و بلوچ هم پدوات آدابی توانایی نبیته که رسانه و میدیایی ببیتی بله بلوچ خوش قسمتی که یه سوشل میدیا هستن و بلوچ هم من یالا کوشش همی بی که انگی ما همی که سوشل میدیا که هستن ما وتی مسیجان وتی گپان وتی کسیان شام پا بلوچی بلیکیم و کم دیم پا استاندارد زبان بلوچی برین که وقتی زبان استاندارد بلوچی تا بلوچ بروی باید این های توکا ترا نوشتاری چیز ببیتی تا این گشته توجه پر نوشتاری چیزا ببیتی که گر آتی ما تا وتی زبان دیما برد کنه و نوشتاری همیشه این که ماشاءالله ما شما را یک شایگانی یعنی شاعری هستیم و پهلوان باز بیتگن بله پهلوان دل پدل بیتگن گپانشی و هشتگ آیه پدا چیفتا کمگیش بیتگن و یکیش این که گم مروچ شاعر هم بازن و شاعر هم نوشته کتا بله شاعر نوشته کنگش این که یکی زبان کامل کنگا بلوچی شاعری نہیں بلوچی تو کا قصہ نویسای بیتین داستان نویسای و این درست این چیزان ببین بر آتیمی بلوچی زبان پرزور بیتین و بلوچی زبان هیچ نزودین زبانی نہیں نا و هنچو که دیگه زبانا و پیسر بان که عرض کد که زگرگی این گپ آگه ما این گالا اینه کارمرز بکنه زگرگی ونی زگرگی هیچ زبانی زگرگ نہیں چه جرمنی ببی چه انگلیش ببیته چه فارسی زبان ببیته همین انگلیسی زبانا که وعده که چیپتا 7000 من یلا که من یاد بی اجازه میوان 7000 آی لغت فرانسوی مانی و ایتالیایی و دیگه زبانانی که اصلا لاتین زبانه شانی کارمرز کنه بله مروچی زبان مزن بیتا و زبان ماشما ایشیا ایچ و تا موز مکنه و تا کولچنگا یعنی سکی بکنه بدارن که و تی زبان دیگه زبانان بزیرن و بدهینا و اگر گالانی که هستن دیگه مثلا هنچین گال بیتگن زبان اردو توکا شما مزنه که بلوچی نبیتگن بلکه همین زبان گال بیتگن که بلوچی رابطگن اردو توکا یا مروچ کارمرز بیگن یا فارسی توکا بلوچا بلکه ها زبان قدرت بیتنه ایشه که همیشه مات بدل بم بله پاش کردن گپ ایشین که منی بلوتوم یه گپ بزنی که ما شما درو و سراچ اندازه که زبان پشت داره بگن ظلم و زورانی که هستن آیشه که نویسگ نبیگن نویسگ گپ شین که وقتی زبان پا یک زبان استانداردی نمگاه برین و همچنین درو که بانکو پیسره گپ جد که خواسان زاندکاران ادیبان اینی متفق القول ببن یه جای بنندن یه جای که هرچی هسته یکی بوشی من نوشتاد چوشن یکی بوشی ایشه نبیتیم سال 1800 و چیزی من یلا ایتالیا اگه من یکی کمک بگم ایتالیا زبان یعنی ایتالیا کشور ایتالیایی که انی هسته ایتالیا نمیتونه نامی ایتالیا یعنی 800 و چیزی یعنی 1800 چیزی به نام کشور ایتالیای حق بید بله رنده که وعده که ایتالیا که زبان که چی بید ایتالیا همین مشکل هست ناپولیان سیچیل مردمان سردینیا درستش این مشکل هست که زبان یک زبان استانداردی نیسته پدر رنده کشان نوشتن برای یکی چه زبان ایتالیا زبان یعنی یکی چه قدیمی زبانانه که ما رومی زبان کشور ایتالیا نیسته و زبان استاندارد نیسته شان نشت گوره استاندارد سر کاره کو
و پدرند که همین تیم که تلویزیونات که من وقت بودن مثلا مدرسه درس اومد تا معلوم شد ما تلویزیونان سر لیکه تو یکی مثلا چیه کو تو دیگه ما نویسک شد چی که بازی مردمی تقریبا 70 80 سال پیشتر بی سواد بیت شی که بله پدا نشنت و زبان سر کار کو زبان چی کو زبان و سیاست ور مکنه زبان یک سیاستی نه زبان یک چیزی که ما شما را ضرورت ہے و ما شما را ضرورت ہے باید بلیکن رند وقتی سیاستان چی بکن و پدا یکی زبان همی کمزوری هم تگن متاسفانه انچون که من اگر مولات که آی سعی کتاب گشتم عربی بلیت کی وانی و هیچ با کتابی هم با بلوچی کاری نکتا و این نمیگم سیاست مدار پیش شام میاری نیستی و ایشی تنها مشکل من فقط وقت سیاست مداران تو کنه دیتا که یه ادبیاتی به کار برگن حتی من کردان گم هم نیشت کوشش کنه که زبان اما چی که روان تر گپ بکنن لغت‌های فارسی نزاننده که کار مرز کنه انگلیسی که شرط وقتی گپا واشتر بکنن دی چی که همیشه زبان زانتکاری مردم یعنی باسواد مردم کسی جز گپ نه که مایتی پاشم من تو وقتی گپان گوان بکن من وقتی گپان گوان کنم من گپ شه که بانو که گپ پیجت وقتی گپان ساکی واشه بلوچی گپ بکن بلوچی بوان بلوچی نوشته بکن منی جز شه که بانو که اگر بلوچی ما گپ بجنیم شه که گپ و جنگانی مدرو بلوچی گپ زنه نه بلوچی و اونم یه شکشی که چی یعنی بلوچی اگر ما بوانی بلوچی نوشته بکنیم و شکل بلوچی وانگ و اولا شکل ما را یک کتاب مدرسه‌ای ببیتی یک جاگایی ببیتی که ودا مار مثلا نور دربر بیانت بوان هنتی و مروچی یه جاگا و یه یعنی شکل ما را این شرایط نیسته این وعد نرسگن که بلوچ مو نرسگن که یکی بنیندی های مدرسه بوانی اگر بلوچ پروت مدرسه بوانی نگه وایشن که ما اگر ایران دستان یا پاکستان آور نیلا مدرسه ها یا مثلا دانشگاه که ما بوانیم و ایشی نوشته کنه اگر ما چون بسکن یعنی چون ماشیا گروه پدا سرپدی بی تو یعنی شهر نوشته بکنه ایشی را چی هم جی مشکل اینگا پی من تا اسکول ما بی سکی مشکل اینگا پی ولی گپ بشین که پاکستان هم اسکول بود یعنی منتش 1991 با بنظیر بودو و منت که بلوچی وانک ببید اسکولان تاها وانک ببید اما اسکولان تاها که یعنی بلوچی و براوی و پشتو بلوچی براوی منتش که وانینک ببند بله آوادی بلوچ ادیبان وات مواد اتفاق نکن که چونی رهبندی چی یعنی آیانی جنگ و جیره خراب کن آیانی جنگ و جیره خراب کن و یک سال گشتر وانی نگ نبود البته که باید اسکولانی تا وانی نگ بیدی و منی بحثم کمی همیشن بری گوشون مال ایدا گو یک وکیل یا باز کار کتا می چکانی کیس گشتر ای دستا بود تا گفتگی آیه دفتری تو که یک تابلوی هستین توشید که حق یعنی سویدیش زبانه حق گرگیند حتی کس نداند کس نیایید بگوشی که بیا و چای دورند بلوچی بوانی اسکولان حق گرگیند و بری سک پسکی گرگیند تاوان دایگیند زحمت کشگیند ولی من گوشون مشما که یوروپا نشتگیم ما آزاد ملکان نشتگیم ما را حق هستیم کم چکم ما چیم بلیم با بلوچی وانگا کم چکم ما وقتی چکم بلوچی هیل بدیم و ایران هم شما گوشی بلوچی و حبر کنین من در جمعه بازی این جاگا لوگانی تها فارسی کنگ بید بلوچستان هم که مد بودا و گوشن که ما چکم پا اسکولا تیار کنیم گم فارسی حبر کنگا
بله من خیال یک موجی هم هست، یه مودی که هزانم پارسی گوشن کلاس بالا که زبرترند که ما پارسی کن چکم بکنیم. اینو که مودی من دل جمع، یعنی من زانان که بلوچستان همچین موجی هم وقت اگه شما من تصحیح مکنی. نه بانو که هنچین تو همیده بگوشت ایشن که اولی گامشن که ما تو پت کن گووتی چکم بلوچی بکنند و بزانند که بلوچ کم ارزش نهند، بلوچی زبان کم ارزش نهند. بلوچی هنچین زبانی که دیگه زبانم یعنی چیشی لج مکنند که ما بلوچین و ما بلوچی زبان گپ کنین و ما بلوچی پچگوارا کنین و بل مردم هوار بکنن هر گوشن بچن. بله اسکول ضرورت و می دیمایو اگه خدا عمر بدن می دیمی پروژکت همی چکانی اسکولانی کتاب پیم کم اگه انتان تیار بیبید هما روچه که گرگی هما روچه که شما واتی حقا گرید و بلوچستان اجازه دایند که بلوچی وانی نگید. آوادی چو پاکستان دولت مبید که جنگ و جیره بونگیج بی و 10-20 عدیبی مردم وفات تفاقت مکنند و سال اورند گورنمنت دولت ببندید. بی سکین افسوزی. و منی بلوچ پیت که من گوشو واجه عبدالله جان جمال دینی واقعی منی بلوچ پیتند. و من چو سنبالی تگی بلوچستان من گو یک گوتی مسترین جانه کاوادی 1 سالگا و 3 ماه شدم کویته ها که واتی بونگیجی کارام بکنم و واتی پتوپولا بونگیج بکنم آیا چو که واتی جند جنک زورت من زورت و آیه واحد هر واحد ایشد که ما باید بمنینیم بلوچی زبان اسکولانی دا وانک بی منینتی ولی آوادی که منینتش پدا جنگ کنید. من گوشم ای تیاری یا چا پیسرم مشما بکنیم که مواد تیارند لوگانی تها هموانی نگبی و مشما که در اروپا نشته من یک کلاس 8-9 جلسه ای 9 هفته ما حلینین منی خلا و پدا نوکین گروپی آورد کنین که ای رهبند کموگیش بزانم و هم عربی و هم لیتین مارا یک پروپوزالی هسته و ما تیارین وانو گیش ببند و شما که ای دوره هم هم بود تگه اونو محسوس کنی که ما بلوچی وان کنیم و شما هم یک دو مردمی بوانینی ای کسته همی کتاب همی زودتان درکید امیتند ما واشتر کار بکنم همی زبرستر واتی وحدام بدیم تا 3-4 ماه ای کسته که ما وانتگند حسن سولند تلکند داراندهیند کرکینگند بلکه ما کرکینگ نوانتا دیگه کس نیستند لحظه که تم 20 کسه در بیایند دیگه مواد هم هستند کموگیش می وقتا که تو که هستند بله زن کتاب بکارند انچو پرمعناین نوشتن بکارند که مردم بوانند و دوستش
کلاس آنلاین انت هاو کلاس بالکل آنلاین انت دوشنبه هم بودم من خیلی انگار امترم یا اگه شپا بدل بکنین دیگه گپی اگه نه دوشنبه ها 9 بگیر تو هم 10:30 و نزانم قدیمی رنده کی ثبت نام زورید وجه کت خدای تو زوره یا که دیگه مردم زورید من حالا دیگه مردمی باید بزورید بچه که ما یه سفر هور بود ولی البته کسی زوری ما کمک کنی آیا که چون که کار کنند دو شما تواسطه حالا چون اگر داوطلب بوده کلاس ها کمک کنی آیا کلاس ها شروع بکنه گودا بچاره که کئی زوری یا که جوش کتا که یک کتاب مغربی بلوچ سر هم دیم دیگ بوده یا نه کی گرامر کتاب دیم دیگ بی هاو معاف کنه من یک تلفونی کهید ما میکا بند کنم کمی شما مشکلی نه اجازه بده بانو کاری نواتی تلفونا گپ کن در رو تانه مایکا پش کنه وقتی تانه هم رانتر بکنه چبانو کاری نه محمد جان من یک جست کت کنم که چه دیوان جست کنه بوده که شما حل بکنید تیشیه یعنی مطلب جواب توبه داد کنیم منتظر نبیدم بانو کاری نه چه جستی؟ چه جستان گشته زبان بارا؟ یک واژهی به اسم نود عزیزی بلوچ جست کتا که آیا یک کتاب که بانو کارینا گوشت بخصوصا اما گرامر بلوچیه و دیگه کتاب بلوچی نویسه بودتگند آیا این مغربی بلوچستان هم شما دیمداتش کنید یا نه من لورتم پیشنهاد بکنم که اگر امکانی ببید گو ترا یا گو واجه سعید از طریق اینستاگرام یا فیسبوک یا از طریق دیگر که زانه ارتباط برقرار بکنند و به نظر من شما پدا گو بانو کارینا تنظیم بکنید و یک کتاب مطابق راه بدید یا شاید هم یک راه دیگه بلکه ایشی ببید که اگر یک کتابانی که بانو که گوشت که 100 دانه کتاب پشکبته اگر بتوانند این کتابان تا یونیورسیتیان بلوچستانی راه بدهند هم مشرقی بلوچستان هم مغربی و هم شمالی بلوچستان اگر این وانک جهان دیم دیگ ببند شی امیدند که پدا حب و علاقمند بلوچانی که کتابان لوتن چه همو دارن پدش جنان هنگه بهتره بید تا شیک منه یالا فردی راده یک ببند یک نفر این منی یک نظری من چه باید برای من منی جوست بودی جایی سر هست نرانده چه بانو که این عمومی جوست است مهربانی البته کارینا گوشت دیم دیگ هم منی حالا دانشگاه هوا یک ایمیلی هست مردم بدید آدرس توانه همو دیم بدن بچه که هر یک جای نشته و تی آدرس همو دیم دن بعد که یونیورسیتی آدرس هستیم ایمیل ها بله اگر کمکش لازم بوده کسی ما انتوانی کمک کنین که کتاب راه ده گرون پایا کتاب ها من راه داد کنم مشکی بلوچستان وانک جهان دیم ده یک بودتا و منی خیالا یعنی واجه دکتر موسی محمود زیه سرا که دیم ده یک بودتا گوره ایران شهر یونیورسیتی رسیتا واجه محمود زهی هم وقت گرچن که اشی رجان که بکند فارسی خوش قلوانه بلوچی رانه مثل یک فیلمی هست ساق لحظه خاشی
ما یکی مایکی پش بوده و جا عبدالرؤوف مایک شما اگه گپ کنید. منی توالی آیگی مجا محمد صاحب. جی ها توان هستی. من درود و سلام راه دیان دیوانا و خاص کار استاد بانوک پروفیسور کارینا جهانی باز و شد که گوشم و باز وش حالم که بانوک مروچی وحد اشتگو دیوانی گویتی گپان به هر حال بهرمند کتا و فایدمند کتا و مهربانی چشما واجه محمد هم که شما واجهی زورته دیوانه بانوک وکن ستایش و تعریف ستاین که بانوک ہوتی 30 سال عمره بلوچی زبان سرا کار بسته گویشی هنوگ معلوم نوید شیرنده تاریخ تها کیت کسی که ای کرنانی تها 19-20 تها گشترین کار په بلوچی زبان کتاگ بانوک کارینا بوده و برحق هم همشن که هما وحدی هم که ما پهراوی ایران شهر یا زاهدان خاش بوده که بانوک کارینا و ما همی ویتی گپانی تها اعلام کتا که واقعا بلوچی ماتی بلوچی زبان مات بانوک کارینا هند بانوک باز کار کتا ستای لاحقند نو ای رندی نسلو رندی واننده هانند که باری آیان چی کنند پوتی زبان ها و ای باره منا 2 کلمه هست و 1 سوالی 1-2 سوال آخره هست همه پیم که بانو کا فرمایش کد که بلوچیا بواند و بلوچیا بنویسید ای حقیقتی خبری بلوچی وانه گلوٹی زانه گلوٹی دربره گلوٹی بله می علاقه 2 مطلبند که یه هستند اولی اصل من حیالا چای بانو که خبران توضیح دیگ ببند همیشن که حدوه ناکیند بانو که گوشگند که بلوچی وانه گلوٹید خب بل ای باید یک حدوه ناکیه یک حب واحقی میوتی تها ببید و می نسل تها ببید یعنی ماشی باید بقول فارسی نهادینه بکنیم وتی گورا وتی خانواده وتی چوکانی تها که ای یک فرضی که بلوچی باید بوانند و بلوچی خبر بکنند و بلوچی بنویسند ای باید نهادینه ببید حالا چه مدرسه آنی تها یا چه که وقت فردی و وتی خانواده تها کار بکنند و دومی اصل همتند یعنی همه پشتکاری هند که باید این زبان کارکنک ببید تنها حب واحقا مردم پا کوه سرا نرسید که بلوچی با سر منزل و قله بلندی برسید نرسید بلکه یک همتی هم ضرورت هند و هنچوش بلوچی دایره و آگردی باید مزن بکنه هم گو همی گال و لغتانه که باید ای حفظ ببند هنچو که ای کار ابسالای کتا و سیدا کتا و ایدگاه کسانی که بلوچی زبان سرا کار کنند تو لبز بلد و دیکشنری آن نوشته و به هر حال این دولتانی کارند بلوچی تا 2 جاها بالا درود یکی هر زبانی یکیشی که آی دولتان آیا وتی فرض بزانند تا آیا دیما ببرن و دومیشه که این اکادمیک جاهی هنچو که دانشگاهان و مزن در برجاهان
ایشی اگده ها بزورند و همیشه ای جهانی اثرانند که آب بقول علمی فتوا دات کنند نظریه دات کنند ای رهبند بنویسید رهبند ای پیمایند طبق اکادمیکی کارباری که زبان سرا بوده بلوچی همی پیمایند پاکستانی نیمگا بوگند بله ایران تها بلوچی سیاسی بوده ای کار بیگا نهند چند سالند که زور جنگند زاهدانا واجه دکتر شهباک شند واجه دکتر محموزهی یک رئیس دانشگاهیت یک روت یک وزیری روت وزیریت تا یک آردری گرانت و یک موافقتی گرانت اپا دومی وزیریت آردر و موافقت نامه پدا کنسل بید نی همی باید زبر بدکید که دانشگاهانی تها هم ایوانی نگ بید و هم دانشگاهان ایشی سرا کار بکنند که بلی اکادمیک رنگ بگیرید و چه همی اکادمیک جهانند که زبان پدا یک گروپی ادبی هیئت مؤلفین اتوانند که کتاب چاپ بکنند کتاب بنویسند هم مدرسه هم و هم دانشگاه هم و بعضی واشی خبری که رنج سید ظهور شاه کاران و پیسرگی کاران که بلوچی زاند کاران کتگان دانشگاه افسالا یک وجهه اکادمیکی داتا یعنی یک رنگ و دروشمی اکادمیکی داتا زبان بلوچی ها که گوشت کنی این دانشگاه زبان شناسان شی سر کار کتا زبان شناسان ده یک جه موچ بودتگند آئی سرا من نگنامهش نوشته دورهش دیتا و ایشیا پدا پشت پاد مجنند چه ادار روان مشموشندی اداری آیند بازی نیچه براتان من نگنامه نویسه امضای کنم بله باید شیا رندگیری بکنند و همی رهبند سرا هم یک اثری دنا بدهند تو شک بکنند نیم همی خبرند که باید شیا دو نهاد دو جا که سرکار شیا باید قبول بکند و باید مردم داخل مردم بلوچستان ایشیا بلوٹند چوتی نمایندیان که شیا باید درس دیگ شروع ببیت مدرسه یعنی تها و اگر آیان لوٹید که شمی کتاب کجین شمی استاد کجین این گرمی زانتکارانی کارند یا آیان گرمی یاریگند آیان باید کتاب چاپ بکنند تیار بکنند آماده بکنند که چاپ بکنند و آموزش پرورش چاپ بکنند یا دانشگاه چاپ بکنند یا دانشگاه ها سرفصل درسی آماده بکنند که چاپ کنگ نلوٹی دا چند کتاب مرجع انتخاب کنند چه یک کتاب بوان ما شمارد سبق دهیم امیدند که هنچو ببید من ادا جستی کنان بانوکا هم که هنچو که شما فرمایش کد و گوشت همی خبران تو که من جست نوشته گو ایر کتگد که زبان چون زبان شما گرامر بلوچی گرامر ترجمه بیگین چون زبان شما یکی گوشت واجه دکترا شما نام گفت من هم که جست کد گوشتی که من رستگون و ستانم نی چون زبان ترجمه بیگین مثلا یه انگلیسی یا اردو یا دیگه زبانی انگریزی و نویسک بودتا یعنی ایشی اصلی زبان نون زبان انگریزی من خیال اردو بلکه رجان کی مکانند یعنی مهمتر اشند که بلوچی و فارسی بلوچی و فارسی نی دومی که پیشن که به شما هنچو که فرمایش کد که ما نوکین ورژینی چه سید هاشمی زحمتا افسالا کاری کنگه نی هنی من ترایی جست کنم که بارین رنچه چون مدتی که شما افسالای رسم الخط سر کار کنگید و لحتی هم نقطه نظرات ها
آیا شما پدا وتی رسم الخط سرا نوکین ورژنی هم یارگا دلمانه گید که مثلا یه منی جوست ها منی جوست حلاس کنون تو گوڑ پسو ها یکی همیشه و تی آخری سوالشن که تی خاصین شاگرد چونت بیتن که ترا چونت شاگرد ها که تو بگوشه من چند شاگرد هست که آیان وان تو در برد آیان من راها ادامه دین و شمی خاصین شاگرد کیند یه باره منی گپ همیشه تا بدا اصلی گپ هماهند که شمی رسم الخط چو امیدند که لحظی امیدوارند که نوکین ورژنی بیتی آیا اشیا شما چوش گندید که زبان رسم الخط سوئدی افسالای هم دیما کم کی بتگلیت یا نقطه نظرات این لکوکان واجهان کارزانتانی زبان شناسانی شما هم کار بندید کم زیاد بکنید ویتی رسم الخط مهربانیم जी वजह बाज मेहरबानी जरूर हर चीज देमा रहो हर चीज की जिंदा गेंद देमा रहो नो की वर्जनिया गप इशन के अगर मा नसंजीदगी नो की वर्जनिया बियारेन गुड़ा हर चीज की मातहन्नु नविश्ता कमी बी अर्जिश बी ما گوشته و ما ای گپانی سر گوشته تگم که بل هر کس که نظر دم بل اولا ای رهبنده 5 سال کار ببندید پدا نیزوری در کایند بی کاربندگان نیزوری در نیایند من زانا ایشی تها نیزوری هستند هر رهبندی تها نیزوری هستند ایشیتا هم ضرور نزوری هسته لیکن نزوری هنچند که بعد بدل کنگ بدن ضرور گودا اگه ما یک روم ببینیم 100 مردم 200 مردم که کتاب نویسین ای رهبنده که وانین ای رهبنده هر کجا که گشتری وانو کنگرنج هستند املای یان که وانگی کمتر بند املای گشتر بند هر کجا که بازی اینی محسوس کنم که نه ای دولا ببوتین شرطه را آوادی نگوشن فردی چه ای 200 مردم ها که کاربندند اگه 150 مردم گوشی نه ما ای در نبرین ای دولا بکنید آوادی ضرور باید اشیا هم زبرتر و پینتر و بس گهتر بکنیم ضرور بله چو هم ترسان که گو هر مردمی نظر ما بدلی بیاریم پتی که آوادی وقتی پیسرگیم کتابان بیارزش ای که چاپوشنگ بود تگند نون گوڑا اگر بازی بدلیه بیارین گوڑا ای پیمین کتاب یا ما باید پرینیم یا نوکینی بیارین هزینه برند ای کتاب یعنی هر کتاب که ما چاپشن کنین 10 تا 20 هزار هزینه کرون سویدی کرون هزینه دارید و اشی دیم دایگا بل اشی دیم دایگا هزینه و سکی مزنینی گپشن که اگه گپشن که گو یک روم بیای کاربندگا و پدا نظر دایگا ما ضرور تیاریم بدل بکنیم بله فردی و شخصی من یه دولا من دوستیر بی ما ای کار کت نکنیم بچه که اوادی هر کس گوڑا ستاندرد نبی اگه هر کس بگوشی نه من یه دولا دوستیر بی من یه دولا دوستیر بی نبی و دومی گپ هم همیشه که دومی گپ چی اد وجب عبدالرؤوف
گلان که تبونه یکی همیشه که شمی آک ترجمه و شما گوشت که بلوچی و ایرانی فارسی ترجمه بیگین و دیگه شمیش خاصین شاگردان که شما خاصین شاگرد و می فرقمو که روم هنو یک و دو واجه هند که ملکه هند که یعنی نام ما هنو بلکه اگه مدیون زبرند ایدا و واجه تاج بلوچند بانوک مهلا بند واجه ساجدند که دیگه میکرانی که آخاص زندکارن زبانه و نویسوکند امریکا ها دوسای مردم موانین تا آنلاین یکی واجه نوروز حیاتند فدا میوادی جن یکی آزوم هر حال امریکا ها دوسای مردم هند که هنو این سیستم کاربندند و نویسند واجه حنیف شریفند که نویسو که جرمنیا واجه دکتر ناگومان که نویسو که بریتانیا برطانیا هنشتا یک و دو وانو که نویسو کند نیدرلندزا و سویزرلندا و جرمنیا میتین بازند چشمه رومبا موانینتا واجه فرزینا کار بسته و تی نوشتن کانی تها بلوچستان تایمز که آنلاین مگزینی کاربندید من خیال سیاسی بیانی و اعلامی هنو ای روندی تو کبند بس همیشی میروم باز بیان انتظام ها نی دیگه نظری همیشه که شما این نگرانی هست که ما باز این کتابی چاپ کتگ و رهبند بله منی حیالا ایشی که زبان استانداردتر ببید و گشتر روم بی همین گو دلگوش بکند ایشی ارزش هم بازن که یعنی بازی روم بی چه کسانی که یه دیگر رهبندان نویسگند چه سیدی رهبندا چه آکا عربی و فارسی کلمه و گالا هم کاربندگند بلوت چه آیانی نظرا وطی نیمگا و ابسالای رهبندا بیارد گوچه چاپ هزینه هم گوڑ باید متورسه که کتاب چاپ ایوه سید پرچیه که همه پیما که شماوات بس نوکی ورژن یہ ورژن سبب بھی تک بازی کتابی چاپی سرگی ورژن هم تقریبا خراب بیت یا پدا یہ زبان یہ رهبند نویسا بودتا یعنی آیانی هم که پیسرا کتاب نوشته واجه صدیق آزاده پیسرا هم کتاب نوشته خارجی هم کده بل پدا نوکی ورژن شیا آیا پدا نوشته نه منظور که اگر شما گنده چو زبان باید استاندارد بی هنما گوشه که بلوچی زبانه چه 100% چون درصد ابسالای رهبنده نویسند آیا اگر 30% بلیشی 60% بی گشتر بی نی بل چاپ کتگی کتابا مچاری همش می 5 سال زبرند که شما گوشت و آهم که گشتر زاندکاران نظر بده تو پاک بکنه ای حبر سرام چو یک گپ هستین من پیسری جلسه واجه بدلخانه هم جز کد من گوید تو اگر بلوت بنویسه تو کجا رهبند نویسه واجه سیدی رهبند گوش که من سیدی رهبند نویسم منظور شد که بازی هم ایده ابسالایه ترنگا ای کار رندگیری نکند رندگیری نکنی بلکه که عادت رهبند کمی عادتند نی نه به هر حال همشان همین 100 نفری زاندکاری که شما لوتید اگر یک همچین جایی همین حمزه آگوشن که بازند یا چیان نوکی ورژنی اگر بیاید گوڑا ابسالای رهبند اکادمیک رهبند بیت ایران تها
همین رهبند زیرن. و دومشی که اوریجی که هستن اگر 30% 20% رو به 50 60 70% رسید. پرچی که این دوی اصل هستن، یکی زبان باید اکادمیک کار بکنن. تهران زبان ادبیات فارسی یا دیگه شاعری نیت زبان سر نظر بدن. زبان دستور زبان فارسی تها و مزنین استادان ادبیات فارسی دانشگاه تهران مشهد ادبیات دانشگاه ادبیات مشهد نظر دیان نی مثلا حرکت نظر دات نکا آک باز کار کن نی ای رهبندی که هنی اکادمیک بیگند ابسالای و هنی آقای دکتر محمودی همشی سرا هم کار کنگند ممکنه یا تدریس بکند یا با کم که تغییرات یه دوره یا آی فوق لیسانس یا لیسانس واحد دیگند نی بهتره منی بچی همیشه که این ورژن اگر نوکیه یکی چیکند انشالله کشی زبان درصد او مقبولیت با آینده که زبان اصلی اکادمیک ببید و افصالات دیما برود یک امیتی همشید و باز مهربانی مهربانی واجه مولزی جی ما اشی سرا یک گپه کت کنم بزن که من که گوشت که ما سید رهبند سرا نوکین اجتماعیشتا بزن بازی این چیزی دستوری نوشتن کند دستوری بزن سپلینگند که چه مردم ها دستوری زانت لوتید بنویسگا ای من در کتا یعنی من بالکل مخالفم گون دستوری نویسگا بچه که لس مردم که زبان زانت نهند دستور نزانند اما تی زبان نزانند ولی نزانند ای ماضی این کریتیک پروناونند نزانند ای زمیرند چیه نزانند نو اگه تو دستورا رعبنده تو کمان بکنه هنجو که اردوه ها و منی خیالا وجه سیده چه اردوه ای چی صورت که هر ایه که تو گوشه کتابی مردمی یعنی که انگو گوشنتی کاری کتا ای جتا هین یعنی اگه دستوری نقشه دیگه واری ببید ای آنی بایدشانی نویسگی دیل و دول هم دیگه واری ببید ای بالکل چو مشکل کند که کس پدا نوشت کت نکن و اگه شما دقت سر بچاری سید رهبند کاربنده هیچ کس بلکه آیواتی جند یک و دو زاند کارین مردم چون که سباد اشتیاری سک زاند کاره این نویسگه دیلو دولا بله من ای که سهان جوانه هنو زبان سراسان داد کنم بزن که یک نویسو چوتی کسه اولی رداتان گود سرا یک رهبند کار نبندید بچه که دستوری ین تو آن نزانند که جنیتی کجا من تو پرونان کجا من تو ای کجا من تو آن کجا من تو ما ای در کتا و در ضمن عربی الفاظ هم در کتا چونکه کردان ما کردانی پادرانده شده گو ای و او ایشینگا گو عربی الفاظانی در کنگا نو نبید که نیم مان بکنین و نیم در بکنین یا درند یا مانند کردان کو ما کردانی مهربانی من جی شما گپ تمام بودم بانو کارینا جی بالکل مهربانی بانو که اگر من آخر آیا که هنچین جنرال سوالی بکنم
گوشند که بلوچی زبان گشتر بارین آشوری کلدانی رندند یا لحظه گوشی آریایی زبانانی رندند. شما این نظر چیه؟ بالکل آریایی زبانی و بلوچی چیزی ایرانی زبانی، عربی یعنی کلدانی و عربی زبانی و نهند. ای من خیاله ای یک چیزی که هر کس یعنی ای دینی گفتمان بوده که یعنی که ما چه میر حمزه ما عربین ما زگری یعنی ما چه اولاد پیغمبرین گفت ایشند و نونگورا زبان هم با ای سامی زبانان لوتتش نزدیک بکنن. واجه لانگورد دیمز و گشته واجه سردار خان یه گپ جتا سردار خان یه گپ کتا ها بلی سردار خان و زبان زانتی نه و شیر محمد مری گو سید ظهور شاه بله ایو هر کس زاند که ای پیمین چیزی نهند که زانک بی که بلوچی گون کردی یا نزدیکند گون فارسی یا نزدیکند گون عربی و آشوری یا نزدیک نهند. باز مهربانی سلامت باتبانو مهربانی من یارم داد سلامتی انچوش خدای امانه. الو سلام علیکم. وجه بوصفت من تی نام نویسه رنچ آیفون تی نوبته شهر تو تی درس بورس کنه شهر یا اگر من تی نام نویسم تی نوبت رسه تو گفت کن وجه رهیم بندوید مارک شما اگه ببخشید که گفت طولانی بودم. و شما با کاماشان یکم چاره بکنید دلی من عبدالروف کم گیشتره برکنید پیر کنید. برحال من دقیقا نمی گپی که واجه نور عزیزی بلوچ گوشگین واجه سید ظهور شاه هاشمی گوشی بلوچی زبان پیغمبرین تو بانو کارینا جهانی بلوچی زبان مات و سکه واشین جمله مهربانی پی جمله گوشگه که شما گوشت من انچه که بانو که در اشاره که لحظی کلاس چگن تویشم من یکی چمی شاگردان بوده و هشته حساب کن کلاسانی تا امیدوار این دیمی دوشنبه هم که 20 بتوانم بحث بزورم. باز چیز یاد گفت چه کلاس ها و خوشبختانه با توجه به ایشی که هنو سوشل میدیا و نظام رسانه ها چی باشن تکنولوژی ارتباطات سک راحت کتای کارانه حتی تا جایی که مردم ها از طریق آنلاین و تی پی اچ دی و تی دکترا و دیگه چیزا نگرگن پچی بود نکند که واقعا یک همچین کلاس آموزی اینترنشنالی واقعا برجم داره بیت و بود تکنتیش یعنی باز امید هستین که بلوچی زبان چهمی تکنولوژی بحر بزورید و آیه سپید و سرعت به دیمار روگا به حساب ببید و این کلاسان ایتها یک سکی مهمه نکته که من یاد گرفت و ایشی منی ذهنی تها نشت من سک منتوارم واقعا این کلاسانی برجم دارو کانی که بانو کاریناش وادار کد که بیت کلاسان بکند ایشیت که بانو کمار یاد یا بره تو یک کلمه گوشت من سک منی ذهنه هنچو نشته کج بردر نوید تو گوشت که بلوچی زبانی تا یک کلمه هست که بیدرورین دیگه زبانانی تا نیستن که شی بغیر چه زبانی حساب کتاب از نظر حساب کن سوشیالی و اجتماعی سکی ماند مشما تو همین گپ جانه که تگوشتید که مشما په بلوچی زبان چیو بکنید مطلب همیشه است که تو نگوشت که شما بلوچی زبان چیو بکنید یا ما بلوچی زبان چیو بکنید یک خود گوشت که مشما یا ماشما I love that خیلی واشینگ بیاد
و یکی دیگه هم که شما فرمایش کود هم که این بلوچی زبان کشوکیر همسایگان تها چونکه پارسی یا چونکه برحال سندی و نزان پنجابی و شک کشوکیری که ببند و شانی زبان انتا چشین کلمه یا گال نیست که اولی حرف سکون بیوی و پهمی خاطر این گنده اردویه گوشن سرخ نگوشن سرخ یه نزانا یک چیزان دیگه گوشن شان و اسکول هم مثال طور می پارسی زبانان گوشن بله بلوچ راحت توانند بگوشن دیگه مهمترین چیزی که من یاد گرفتی کلاسانی تا ایشیت که من یاد داشته شیر شعر و شیر پیغمبر صاحبی میگه که من واقعا احترام میلگم با استاد سید هوشا هاشمی ها خب آیا این نکته سر دقت نکسه در زمانه که دیگه مصیبت هست و دیگه مشکلات هستن که اشتهنتی ولی شما اشانی سر شرری سر دقت و پمی خاطره نویسگی گیشینک و شیر و شعر و شیر سکرات بودن و هر کجا بگین دنیا یه دولت راحت وانتی هم کنید و همین دوله هم پچی که شما فرمایش بود بلوچی تاها دو نظام شما نیمه صداش باشی یا صدای کاملش باشی همه او و یه مثل دوک و شیر هستن که برحال این باید گشینک ببین که نویسک من و همین دولت دیگه شما همین نشانانی که زورتگم و چه کردی ها این سک راحت کتا که ما نویسک که ما چونکا دوک بنویسیم چونکا نزانال شیر بنویسیم و چونکا دور بنویسیم پسی که شما همزه هم زورته بانان یک زبری که پیش چه واوا و پیش چه یا نویسک دی که دور و دور گشینک ببین کسی سکیم بزنین کاریت برای شمیندتواری سکیم بزنین ملوسی چیه کنه و دومین نکته که شما مطرح کد ایشیست که بلوچی نویسک ببید واقعا نویسک بید و خاص طور کسانی که دست به قلمش وحشن ناول رمان بنویسند من حیال کردم که شما واجه عزیز دادیا را کمک کتا یا کنگیتی که یک رومانی نوشتگی به اسم جی ما هنو این رومان استاندارد سر کار کنیم بیر کلاتانی بیری من کلاتان که واقعا سکین دولداری ناول و رومانی که منه حالا این وقتی که چاپ بود یک شاهکاری بید بلوچی زبانی تا و خاص طور این روش و رهبندی که سک راحت نویسک وانک ببیتشن نو بمی سبب نیالش یه سکین بزنی کمکی بیستند که خاص طور که من شبه گنده گده واجه محمود براونجار هم دیوان تا هست و احتمالا رمچمانه بلکه ما هم نوبتند و خوشحالم گندانه ایدا چی که بوده باز زحمت کشته که همین نوشتم کنی تا یک روزنامه بلوچی و فارسی بوده گردنه گندشم که شاباشی و ستای کردی واقعا یکار که تشویق کنک بودن بلوچان که همین شعر و شاعری که الان شما پهلوانان نام گفت چون نمیران پهلوان هم غلام قادرن تو مولا کمال خان و ایشان گوشتگن تو ایشان همین شاعران به شکل رمان در بیارن به شکل ناول تو بلوچی زبان در بیارن بینید این سکیم بزنین کمکی بند نمره آخر دیگه منی جوستی که من هستی درو نکسه تنگ من رسه تو گوشتم آیشید که اپسالا یونیورسیتی رابطه گو بلوچستانی مشرقی و مغربی و شمالی دانشگاهان یونیورسیتیان شهر برجا هرچی نامش کنیشان این رابطه چونکایند و این نوشته رهبندی هم که اپسالا یونیورسیتی در واقع همه یک هشتی دیگه یر کتا بلوچی زبانی پیغمبری رهبندی سرا دانشگاهی اکادمیکانی لین و دین این مسئله سر چونکان اگر یک کم مکمشی سر بوشه که بلکه یک دلبردی پا ما بگید ما گشتر خوشحاله من اتوار من گشترش وقتا نگران و میکروفون بنده جی من دیگه گپی ادا من یک گپی بکنم یا که وجه بندوی کامل من سرپد نبودم که کجا نقطه سر سرپد نبوده؟ این نقطه سر ای آخری دانشگاهان رابطه شما اکادمیک جی
نه من مطلبش اینه که شما رابطه گوشن چونه کاین خاص طور پیشیه که شما هنو گرامری نوشته و من حالا هنو این دانشگاهی تا اجازه ده بلوچ زبان وانی نک بیتند گو ایرانی و پاکستان گو ایران و پاکستان یونیورسیتی انگوشه نه؟ بله بالکل گو پاکستان یونیورسیتی و ما را خواستین رابطی ها و واجه دکتر حامد علی که کویته ها بلوچی دیپارتمنت مسترن آمه خواستین همکاری گو ایران و ما را گو واجه دکتر محمود زهی ها خواستین همکاری هسته گو ایران دولت و توت زانه نبید بله یک دولی باید بکنین آقا شمالی بلوچستان که افغانستانی تیم بود گو آیان چونه که افغانستان و زانگ نبید چی با یک آید بلکه شما گهتر زانید چمان بله من نزانم کابل و چیزی وانینم بندن پرچند نیمروز و چوشین دانشگاهی نیستی منی خیاله چه خانسوریانگو که پروگرامی بی وانی نگه نزانم شما بلکه چه من گهتر زانی نه ما نزانیم ولی من نتوار همشی که شما همین چکم گشت می باز من بله رونندی و رو دراتکی رونندی بلوچستان و پکا مارا کانتکت هست من معاف کنی که من دیگه تا یک منیت تارن من دیگه یک دیوانی هسته اگه بانو که اجازه بدم من یه درخواستی چه بانو که هستیم جی؟ منی درخواستش این که اگر بیبی شما یه سبکن کلاس های آنلاینی که هله شما ضبط ببین بعد شما تونه مثلا یوتیوب ها یه سوشیال میدیا تو کا برلیں یه بازی کمکی بی یه مشمه جوانا لوٹا سبکا من گفتا چیه دیگه سبکا شما بنندم بچاره انی من مثلا انی منی جن سبکا یوتیوب تو کا انی من فعالیت کنگو یوتیوب ها سجی زبانا सबका आमुजिश हाँ भले हाँ भले मैं सबका बलूची जुबान है हिच चीनी मैं बहुत सबका तारता हूँ जो गश्ता ही हुआंगो भले मनी जेंदा सबका दार ना गेट का भले मनी नजर अनि याद के चे मैं सबका हमें दीवान मर्दमान लेके के आगे हमें शुमे किताब हाँ मबतूने PDF बिकने PDF डाउनलोडेबल अगर PDF भी वसाक शारें सजे हैं सबका हर का लूटी दिगे तुनी शॉप का के चप को जा डाउनलोड करना भी हाँ अगर ये सबका लिंक का DM पे दे साक शारें ये मनी ख्याल बाजिंग कुमा के भी ना मेरा वाली मुझे मुस्तफा PDF هست تو اگر چه بکنیم ما پتی تو الان DM بده مشکل شهر مجا محمود نه انت تو الان لینکی دیر ما هنوندیم دایم لینک ادانند من دل ما نگاتم یعنی بازی این کاری ما را کنگیند من دل ما نگاتم که کمی رسمی ترین کلاسی بگیرم و جنوری یا بلکه ما را یک منیند بی هندو من استودنت کال کن من کمی دارانی یک منیت دارانی که اسکایپ سرمان کال کن بله مارا محمود ابراهیم نژاد مارا یک مایکا پچ مارا یک پروگرامی هستیم که جنوری یا که مارچ ماها ایدا پا یک هفتگی هور ببین کلاس بگیرین اپسالایا اگه کرونا بلیت مارا
عادی ضبط کنه عادی حضوری کمی راحت تر ضبط کنه بی آنلاین تا باید سجهینانی اجازه تا بگیره و بلکه هر کس راحت نهید که پدای نام های توار برو سوشیال میدیا ها آنلاین منی اگر آنلاین امکان نیست منی حالا شما اگه بتونه مثلا هفته مثلا 1 ساعتی هم وقت بله مثلا ضبط بکنه منی خیال شهر زانم ما واسه کنه کارا بکنم ولی منم یعنی منی پروگرام بری سک باز بی بری چه بازین کاری هم ناجور با ولی نو شما مهربانی واجه مصطفی مهربانی واجه محمود ماک شمایه درود و درآباد گوشن شما را درستین دوست و سنگتان منتوارن چه بانوک پروفیسور کارینا جهانی و واجه محمد و برزفتن چه واجه ملازی و واجه بندوی گفن واتسا کامنت و واتشتا من باز گفت طولانی نکنین دیگه مو فرصت گشتر گفت جنا لحظه سوچ من هست تا اینا کلیم پا دیگر رنده ماره دا یک مؤسسه مطبوعاتی هست زایدانه به نام مؤسسه مطبوعاتی زمان و یک انتشارات به نام ورنا سی روتا کو تاکبند ماره بلوچی زبان روچن تو نگارانو بار بلوچستان که من جارجتا که ما اپسالا رهبند و سید هاشمی رهبند سرا کار کنن ولی همین رهبنده این سرا متاسفانه بعضی جنجالی هست لحظه گوشم مثلا ما فقط سید هاشمی رهبنده منن اگر مثلا شما اپسالا رهبنده نویسیم ما مطلب ندین لحظه برعکس باشند متاسفانه همین جنجالا ما را پدا پرینتا یعنی هنو مشکل ما اینه که ما نتوانم بلوچی بنویسن یا بلوچی کار کنم بلوچی نویسک متاسفانه مدرسه و دانشگاه انتا هنگا رواج نگفته ولی ای روتاک و تاکبند و کتاب انتا ما توانم بنویسن و کار کنن ایشان سرا مشکل همیشه که یک رهبند سرا به اتفاق برسن و یک دیگه مشکل اساسی اینه که ما هر رهبند را بزورن محتوای سرا ما مشکل ہے یعنی متاسفانه میں بلوچ نویسو کن سک کم من آینه هم که کم من مرتب و منظم مطلب ندهند و ما گشتر وادا ما را مطلب نیستیم پا چاپ کنگا اگر یک تدبیر ببید که درستین سنگتان همکاری بکنند دنیای درستین هند و دمگان مارا مطلب بده مارا کمک بکنه ما توانن همه روتاک و همه تاکبند و همه کتابانی وسیله بلوچی نویسه و بلوچی وانگا رواج بده یعنی یک کاری من کرده ایشن که ما مطالبی که بلوچی نویسن همایانی پادکست هم تولید کنن یا ویبکست هم تولید کنن و سوشیال میدیا ان تغییر کنن سایت تغییر کنن که کسی نتوان بوانی بش کند یا بگندی تو بش کند تو کم کم وانگا هم یاد بگیر تو دیما برد ماره آمادگی هم هست که آنلاین این آموزشی کلاس آنها هم بلن و آینی ویدیو هم شنگ بکنه اگر شما را آمادگی ببین ما شما حزمت هم منتوار و وقت شده موتی گپان گوانت کنه باز مهربانی باز مهربانی وجه محمود شما گپان امیدوارم که بلوچ چارکند دنیا کمک بکنن بلوچی نویسگو و بعد اگر مقاله نوشتان که هستن پس شما دیم بدهند حتما یه کار را بکنند منو کارینا شما را اردش مایک بسته جی محمود گپان شما را گپی هستند ما اشکت جی من اشکت و ما ضرور پادراندا به اینکه من همکار گیش ببند جی مهربانی آیفون مایک شما اگر واجهان بانوکان من رواد کپیتانو شما رو ما حیال کد که تانو های انت می دیوان و دیگه من یک میتینگ گون یک ستودنتی هنو منی انتظار اند ما شما ای وحدا نگریم ما شما ای وحدا نگریم باز منتواره
دیوان تا 9 هست نه رسمی؟ دیوان رسمی تا 9 هم ولی گشته طول کشیدی معمولا جی جی دیمات اوکی اوکی گوره شما مهربانی من در باز منتوار چه شما که دیوان 10 دیوان بحر زد دیوان خدا یک رنده دیگه شما رو دعوت بکنیم که گشتر گپتران بودین و جا حکمی که علاقه و انترست بلوچی زبان باز هستین جی سک واشنطن نوکین کلاس من تیارم که بگیرم امیدوارم که پدا هم شما دیوان بحر بزوره و گپ و ترام کنید من مهربانی خدا و همچوش چه دیوان نیندو که مردم تشکر کردن که یه دیوانش بحر زورد و تی گپ و ترام کنن